باز یک بار دیگر به همه شما رمضان ماه شریف رمضان مبارکباد میگویم. خداوند در این ماه شریف رمضان هر همی بیماری هسته خداوند همشه ای بدن ما همه ما دور کنه و ما را همیشه در پناه اسمتش نگهبان باشه. انا گفتنی هستم که امی چند قدر در سایت ما پادپیسیاسیا بسیاری بعد که کردین همون قدر با پیشایی ما زیاد بشه و انشالله با نزدیکی با یک کلیپ دیگه او را پیشکش ما میگردونم. خیلی همراهی دودر جان ما سنگل جان این دودر خطی وقت بهوده اگر صرف نکنیم برای ما گفتیم که دو سرود برای شما بخونیم. زنده باشین با کانال الدین فخردین باشین. نمیجا خیلی میباید امی سیلکا در اینجا پادپیسیاسیا کنیم. زنده باشین. حالا باشد دو سرود برای جوانای عاشق میخونم. مرحبا سرود برای شما. رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من دردی دلم دوستان با شما میگم عاشقان ای عاشقان عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک دروغ است ای عاشقان دردی دلم دوستان با شما میگم عاشقان ای عاشقان عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک جانسوز است ای عاشقان عشق پاک نمانده است دل دردناک نمانده است ای عاشقان عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک دروغ است ای عاشقان رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من با کسی هم آغوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من دیگرش هم بریم